سلام، من سانازم. توی تمام شبکه‌های اجتماعی منو به اسم سانوز میشناسن. به کانال من خوش اومدین. قرار اینجا با هم دیگه کلی تابلوهای مدرن و دکوراتیو بسازیم. امروز قرار با هم دیگه این تابلوی شکست نور رو که حسابی ترندیه و توی پینترست و دنیا قوقا به پا کرده رو یاد بگیریم. با من همراه باشید. مرحله اول تکسچره. کاری که باید انجام بدین این که بومتون رو به هر طرحی که دوست دارین، حالا از مرکز یا از کنار تقسیم بندی کنید. سعی کنید که اونو به فرم‌های مثلثی تقسیم بندی کنید. و کاری که باید انجام بدین باید تکسچرتون رو بردارین، به مقداری که نیاز هست توی اون بخش مثلثیتون بذارین، با کاردک حسابی صافش کنید، جوری که کاملا صاف و یک دست باشه و هیچ سوراخ، حفره یا خطی روی اون تکسچرتون ایجاد نشه. مرحله بعدی با استفاده از یک کاردک، همونطور که توی تصویر می‌بینید، شروع کنید به ایجاد بافت. بعد از اینکه یک روز زمان دادین و تکسچرتون کاملا خوش شده بود، با استفاده از یک سنباده‌ای که خیلی زبر نباشه، اصطلاحاً شماره پایینی داشته باشه، روی تکسچرتون بکشین که اون قسمتایی که اضافه شده، گلوله شده، همه اونا بریزن. مرحله بعدی چسب ورق طلاست. بچه، چسب ورق طلا غلظتش خیلی زیاده و زمان خیلی زیادی لازم داره که خودشو بگیره. در نتیجه من میام اونو با مقداری آب و رنگ اکریلیک زرد ترکیب میکنم که هم غلظتش بیاد پایین، زمان گرفتنش کمتر بشه و همین که اون رنگ باعث میشه ما ببینیم کجاها رو چسب زدیم و کجاها رو چسب نزدیم. بچه‌ها باید به چسبتون حدود 7-8 ساعت زمان بدین که حسابی خودش رو بگیره. بعد از اینکه گرفت، نوبت چسبوندن ورق طلاست. همونجوری که می‌بینین ورق طلاها رو دونه دونه برمی‌داریم، روی تکسچرمون میذاریم، ولی باید حسابی حواستون باشه که اون ورق طلاها چروک نشن، چون چروک شدن باعث میشه که نتیجه کارتون خیلی قشنگ نباشه. پس دونه دونه کل سطح بومتون رو ورق طلا میزنید. بعد با استفاده از یک قلمویی که نرم باشه، میاین روی اون همونجور که میبینید ضربه میزنین که تمام اون درزها و اون حفره هایی که وجود داره با ورق طلا پر بشه. این کارو که انجام میدین، میبینی یه سری از قسمت ها ورق طلا ندارن. در نتیجه ممکنه که شما برای 2 لایه یا 3 لایه ورق طلا بخواین روی کارتون استفاده کنین. مرحله آخرم وارنیش میزنیم که اون ورق طلا رو فیکسش کنیم و این به مرور زمان اکسید نمیشه، رنگش هم تغییر نمیکنه. تادا، تابلوی شما آماده است. تبریک میگم، با یه آموزش کوتاه و ساده شما قشنگترین تابلوی جهان رو دارید.